هنوزم فکر میکنی وجود فرزند در هر صورتی میتونه سهم الارث زن رو کم کنه؟ اگه تو هم در مورد این مسئله هنوز سردرگمی و تا الان اطلاعات کاملی نداشتی همراه هم باش. حواسمون باشه زن فقط در ازدواج دائم میتونه از شوهرش ارث ببره، نه ازدواج موقت. حتی اگه از ازدواج موقتش با اون شوهر فرزند داشته باشه. مطابق ماده 913 قانون مدنی اگر شوهر فوت کنه و فرزندی نداشته باشه 1/4 و اگر فرزند داشته باشه 1/8 از اموالش به همسرش به ارث میرسه. اما 3 نکته. اول اینکه فرقی نمیکنه این فرزند از همسر فعلی شوهر بوده یا از همسر قبلیش و یا حتی از ازدواج موقت. نکته دوم، اگر مرد چند همسر دائم داشته باشه این سهم الارث بین اونها تقسیم میشه. و اما نکته سوم این که اگر زن از همسر قبلیش فرزند داشته باشه تأثیری در میزان سهم الارثش از شوهرش نداره. سهم الارث مرد در صورت وجود فرزند رو در ریلز بعدی توضیح میدم.